بازیکنی که از عرش به فرش رسید. برگردیم به سال 2004. رونالدینیو در اوج دنیا برنده توپ طلا شد. گل‌های تماشایی می‌زد و با بارسلونا توی اروپا پادشاهی می‌کرد. اون واقعاً داشت رویای هر فوتبالیستی رو زندگی می‌کرد. تا زمان بازنشستگیش تا سال 2018 میلیون‌ها دلار درآمد داشت و یکی از نمادهای فوتبال بود. اما بعد از بازنشستگی اتفاقی افتاد که همراه شوکه کرد. رونالدینیو سبک زندگی فوق لاکچری، مهمونی‌های مداوم و سرمایه‌گذاری ناموفق زیادی داشت که همه اینا کم کم ثروتش رو از بین برد. از تولید ژن ارگانیک گرفته تا ورود به دنیای ورزش‌های الکترونیکی، هیچ کدوم از سرمایه‌گذاری‌هاش به نتیجه نرسیدند. اما بدتر از همه عادت‌های ناسالم و اشتباهات مالی بزرگی بود که ضربه نهایی رو به وضعیت مالیش زد. مشکلات مالی رونالدینیو بعد از خداحافظی از فوتبال یکی یکی رو هم انباشته شدند. ماجرا از زمانی شروع شد که مالیات‌های پرداخت نشده و جریمه‌های محیط زیستی در برزیل صادر شد. بابت ساخت یک سکوی ماهیگیری غیرقانونی در منطقه حفاظت شده. بابت انجام این کار به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه محکوم شدند. وقتی نتونستند پرداختش کنند، دولت اموالشون رو مصادره کرد و حتی گذرنامه‌هاشون هم باطل کرد. این ضربه ها اونو به شدت از نظر مالی پایین آورد. اما چیزی که بدتر از همه ایناست اینه که در سال 2020 رونالدینیو و برادرش به خاطر ورود به پاراگوئه با گذرنامه جعلی دستگیر شدند. این اتفاق باعث شد که اونا 200,000 دلار جریمه بشند. اما رونالدینیو فقط 6 دلار موجودی داشت و این باعث شد که مدت‌ها را تو زندان بگذرونه. از اوج افتخار تا سقوط مالی واقعاً مسیر غم انگیزی بود برای شاعر فوتبال رونالدینیو. تنها بازیکنی که هیچکس ازش بدش نمیاد. اگه تو هم دوستش داری به افتخارش لایک و بکوب.